میگویند السلام علیکم اکا جان، من قرآن میخونم روانی بی تجوید گناهکار میشوم؟ جوابش رو انتظارم. مسئله قرآن رو با تجوید خواندن، علما رحمت الله علیهم در این مسئله اختلاف کردند. قول اول این است که با تجوید خواندن قرآن واجب است، چون که الله سبحانه و تعالی امر کرد که ورتل القرآن ترتیلا، قرآن را به تجوید خوانید. و اینچنین الله تعالی ثنا گفت با آنهایی که یتلونه حق تلاوته، قرآن را و کتاب‌های آسمانی را حق تلاوته، یعنی تلاوت حقیقی میکنند. تلاوت حقیقی کردن همه احکام و آداب آن را به جای آوردن است. و قول دوم میگن که مستحب است علم تجوید را دانستن، ولی قول صحیح این است که حتی آنهایی که مستحب گفتن، نه همه علم تجوید را مستحب گفتن، بلکه گفتن که در بین علم تجوید بعضی قاعده و احکامی هست که دانستن آن و رعایت کردن آن واجب است گفتن. لیکن اگر شما شخص عامی باشید و در نزد استاد مثلا چندین سوره ها را حفظ کردید و از زبان استاد چه خیلی که به شما تعلیم داد همان گونه با تجوید اگر قرائت کنید کفایه هست، اگرچه احکام تجوید رو ندانید. شما نمیدانید که مد متصل رو چند الف کشیدن ضرور است، نمیدانید، لیکن شما به این قاعده رعایت میکنید اذا جاء نصر الله والفتح، درست میخوانید مقصد. بنابراین حرکت کنید. علم تجوید هم علم دشوار نیست. اگر 10 روز اگر تعلیم گیرید فرضهای تجوید رو الکی شما به جا میارید. بنابراین همین مقدار از علم تجوید فرض است که حرف رو تغییر ندهید، معنا ویران نشود. به جای حرف زین ذال نخواند، به جای حرف ضاد زای نخواند، به جای حرف تا تا نخواند، برای اینکه معناها ویران می شود. یعنی به مقداری که مضمون آیت ویران نمی شود، به همین مقدار علم تجوید آموختن فرض است. از این اضافهش سنت و مستحب است. لیکن خیلی که در بالا گفتیم اگر در نزد یک استاد 10 روز 1 ساعت علمی تجوید گیرید، امید میکنم که به یک نوع قرائت میکنید که گناهکار نمیشوید. والله تعالی اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.